بزرگ واقعا تمام وجود قطعه همین شعر استاد که اینجا پورش خوندم کی میگوید همین شعر اگر وجود است جسم جونش محبت به سخن به شعر نداشته باشه خودش نبخشیده باشه کی همین شعر میگوید کی چون قسم صدا میدهد روزیم بدبخت باشم لیک باشم شاعری روزیم سرسخت باشم لیک باشم شاعری روزیم چون سعد سلمان با گناه شاعری در چاه زندانم کنم چون هلالی شیر در لب سنگ بارانم کنم روزیم من با خطای شیر رنجورم کنم بلکه همچون رودکی کورم کنم روزیم میرم مرا در خاک نسپارم لیک شیر در دستم بمیرم شیر در حلقم بمیرم شاعری خلقم بمیرم در تمام کردن شعر ما میگفتن پیش استاد بزرگ میدونید این مناسبت نیکبینانه خیرخواهانه و شعر و مؤلفه من در دیگه کس ندیدم گستیدم نه می اومدن پیشون شعرهای بزرگان می اومدن شعرهای کلام شعرهاشون رو میآوردن استاد بزرگ به چهره نگاه نمیکردن این کیست نگاه نمیکردن اصلا شعر میخوندن و میشد که شعر شاعری نامدار عنواندار خط میزدن میگفتن این نمیشه یگان وای نداشتن روی خود این خیلی گم نبود فقط شعر طلب میکنن شعر و شعرهای ما جوان ها اگر حس کنن که کم استفاده نمیزن من بارها شاهدم که شعر مثلا شعر ما میگفتن مثل اینکه در بالای شعر خودشان کار میکنن و تمام وجود این کار که میکنن در شعر روی خاطر گذشت اومد روان نمیدیدن و استاد لایه بعد از که همین خیلی چیزها وقتی که ادبی ما اول که آزاد شعر من کردن گفتن که بداهتا هم کسان گفتن که تو که در شاعری طبع نداری نمیدانی کجا شرق و جنوب است اگر بازار شعر را نگیرد برای اون سوی راه بازار خوب است تو رو زندگی سیاه‌نامه کرد کسی عبدالله دوست دونت میدوند تو رو زندگی سیاه‌نامه کرد بهار و زمستون به یک جامه کرد این خیلی تمام هستی زندگی همین انسان را در یک باید بداهتا گفتن این خیلی چیزها خیلی زیاد بود من شعر درباره باران نویسم که همه حیران شد که همین باران همین خیلی تصور کردم ممکن بود است زنگوله زنان گذشت باران چوبک و جوان گذشت باران با شلشله ها گذشت باران با سلسله ها گذشت باران مانند زنان گذشت باران ببینید همه شما یکانتون ایراد گفته میتونید که همین باران مانند زنان میگذرد این بود کشفیات استاد بزرگ صابر بود این چشمه رو نگاه کن چشم زنانه دارد با لاله‌زار گلپوش شرم زنانه دارد این با دل لرزه رو این بی دل لرزه رو بین رقص زنانه دارد و خب همینطور ببینید این تصویرها برای ادبیات ما یک چیزی نفت یک چیز تازه بودن برای همین مردم با تشنگی جوانان خصوصا همین از اینو استقبال میکردن بیهوده من دویدم دریای جو گرفته گلماهی را دیگرها از آب رو گرفته این حالی که این یک دنیا معنی دارد از آب رو گلماهی گرفتن مثلا این تصویر هم عادی نیست و پشت این یک معنی های اجتماعی بلند است لیکن ببینید که این چقدر مثلا نباور بودن که پرداز فکری شاعرانه داشتن در گفت که گوید که بیهوده من دویدم دریای جو گرفته گلماهی را دیگرها از آب رو گرفته من تکمه صدایم در پشت این دری تنگ زوانوگ یعنی تکمه صدایم هیچ تصور کردن ممکن است که این تکمه صدای آدم شعر به در آورد با این قدر معنی بر کند من تکمه صدایم در پشت این دری تنگ هر قدر می فشارم اون قدر می زنم زنگ این انسان است انسانی که همین هر قدری که فشار چه مختلف صدا میکند یا دیگه چیز هم هزار چیز جای تکمه صدا با مانده ممکن وطن دوستی زبان مادری
اون چیزایی که استاد بزرگ گفتن همش نیست پدیده‌های تازه بود. ببینید استاد باید گفتن که تاجیکستان خاک توی اون قطر مردم بردن که یعنی هر کس یک کار خاکی مثلا همراهش می بود که در غریبه ها مثلا جان نگرد اون قطر بردن که خاک تو تمام دنیا پهن شد. این هم شعر است، شعر بلند است. یک بزرگ صابر همین در همین موضوع دامن یک گپ دیگه عجایب گفت که وقتی که من هر بار از سرحد توی برم تاجیکستان من دامنم میتکم که گرد توی دیرو نبرم، گردت کم نشود. مقایسه کنید هر شعر بلند است لیکن شعریت بلند چگونه شاعر توانسته است یا بر خیلی جانبخشای سینا روی دنیا رو گرفت.